تصمیمات نظام فراتر از وزارت امور خارجه گرفته میشه و وزارت امور خارجه مجریه. در اجرای این تصمیمات ما دست باز داریم کامل و در این که در زمان تصمیم گیری هم حرفمون رو بزنیم، تحلیل خودمون رو ارائه بدیم، در این هم دست باز داریم. ولی وقتی که تصمیمی گرفته میشه دیگه کسی نمیتونه، اون مجری نمیتونه بگه که نه من دست باز میخوام که هر کار خودم خواستم بکنم. این اصلا با هیچ قاعده‌ای نمیخونه، نه با عقل و منطق میخونه، نه با قاعده حکومت داری میخونه، نه با بالاخره با هیچ چیزی نمیخونه. مثل اینکه در ارتش مثلا برای یک عملیاتی تصمیم گیری بشه، بعد یک سربازی بگه من این عملیات رو مثلا این شکلی قبول ندارم، اون شکلی، بعد وسط جنگ خودشون کاری که میخواد انجام. من فکر میکنم نه، ما در حیطه اختیارات وزیر امور خارجه یعنی در حیطه وظایفمون اختیارات کامل داشتیم و داریم. الان در تصمیم گیری ها هم حضور مؤثر داشتیم و اتفاقا تحلیل های وزارت امور خارجه مؤثر بوده و نظرات وزارت امور خارجه بهش توجه شده.